نسخه برداری نمودن فرمت تکست از حجره در اکسل. اگر به شما گویند که از ستون فروش منیجرها را کپی کرده با ستون منیجرها استوید کنید، شما با فکرم یک تو با یک تو کپی استوید میکردید. اگر در اینجا منیجرها زیاد باشند وقتی زیاد را میگیرد. برای این راهی آسان ترش رو به شما نشان میدهم. حجره های لازمه را انتخاب میکنیم. دکمچه F5 رو از کلاویاتور زیر میکنیم. از اینجا وی دیلیت رو زیر میکنیم. بعد از قسم وی دیلیت کانستانت انتخاب میکنیم و همه این галочка ها رو غیر تکست میگیریم. اوکی رو زیر میکنیم. همه حجره هایی که فرمت تکست دارن انتخاب کرد. کنترل C نموده کپی میکنیم و در قسم منیجر ها کنترل V رو زیر میکنیم. همهش میآید یک بار.